سلام برای بچه این کانال، خوش اومدید به پارت هفتم از واکتورولوژی سن اندریاس. امروز اومدیم یه کمک که نمیشه آموزش چیزی میشه که میخوایم گانای فریگان ها رو که توی نقشه هستن توی شهر یک رو و توی شهر یک هستن رو بهتون نشون بدیم. این ویدیو 3 پارته که پارت اولش فعلا تو همین شهری که هستیمه، پارت دومش هم توی شهر سنفیرو یا همون چی بود توی واقعیت یادم رفت، و شهر سوم توی لاس وگاسه که لاس ونتوراسه که توی واقعیت میشه لاس وگاس. و امیدوارم از این ویدیو لذت ببرید. فقط قبل از اینکه اینا رو بهتون نشون بدم لایک کامنت فرام نشه. برو بریم. برای این کار حداقل یه ماشین موتور خودتون پیش خودتون داشته باشید. 2 تا از این فیلترهایی که میخوام بهتون نشون بدم توی لوس سانتوس هستن که اولیش همین جایی که خونه بغل خونه سی جی توی نقشه اینجاست. 100% همتون بلدید که میاد اینجا. این یه دونه کلت پیستول عادیه ساده است. توی نقشه هم همینجاست، نزدیک همین بغل خونه سویت که نه این یکیش. و این دومیش باید بیاد اینجا، بیادین عقب توی فاضلاب قدیمی که معمولیت بی اسمی که همینجا انجام دادیم. یه دونه میکرو اس ام جی بد نیست، ولی من اس ام جی دارم بهترم است. و اگه دقت کرده باشید تیپ سی جی عوض کردم که حداقل 100% فهمیدید. و همیشه تیپ سی جی من تغییر میدم دیگه، عادت دارم. و الانم دارم لاغر میکنم چون لاغر بکنید بهتر، سرعت سی جی بیشتر میشه. چاق که بکنید اصلا سی جی خیلی سرعتش کم میشه، ولی حالا از والایی هم باشه اشکال نداره، ولی دمه زدنتون بیشتر میشه. خب این دومیش بود که بغل همین فاضلاب قدیمی بود اینجا. حالا بقیه رو اسکیپ میکنم و بهتون نشون میدم. برو بریم. خب بعدیش همین خونه سویت، روی سقف خونه سویته. از اینجا میرید بالا، بعد میاد روی این، بعد میاد باید با سرعت برید که من اینجا رو گند زدم. کلا بالا برید، حالا بهتون نشون میدم که چی بهتون میده. روی سقف خونه سویت وقتی از اینجا بالا برید یه دونه میکرو اس ام جی، فقط مدلش فرق داره که حالا من بر نمیدارم چون مدل میکرو اس ام جی من بهتره. حالا بعدیا یه ذره از اینجا دورن، حالا بهتون نشون میدم. برو بریم. خب بعدی فریگانی که داریم توی نقشه یاش اینجاست تقریبا، و یه ایکه که گانه واقعا خوبیه، حتی اول بازی بهتون خیلی کمک میکنم آخر بازی. حالا یه جای دیگه هم ایکه داری که اونم بهتون نشون میدم. بیشتر گانه مخفی که داریم توی شهر سوم بازی. برو بریم. خب 2 تا فریگان بعدیمون اینجان. یکیشون سمت راسته که اینم یه ایکه‌ای که دفعه قبلی هم ایکه‌ای بود، واقعا میتونه کمکتون بکنه. جاشم مکانشم توی نقشه اینجاست برای ایکه‌ای. و اون ایکیگانم که تو نشون میدم یه مدل خاص شاتگانه که من با این مدل زیاد حال نمی کنم، ولی شاید شما خوشتون به هر حال باید بهتون نشون بدم. و بعدیش هم این نوع شاتگانی که داشتم توی نقشه اینجاست سمت چپش. و برو بریم سراغ فریگان های بعدی. خب فریگان بعدیمون جاش توی نقشه اینجاست و بذارتون نشون بدم کجا. بعد این پله ها رو بیاد بالا و یه گانه بسیار کاربردی که توی روش سریعمون ازش استفاده میکنیم. میریم بالا و با اسنایپر روبرو میشیم. و برو بریم سراغ فریگان های بعدی. حالا گان هم نیاز باشه توی چیزای دیگه هم باشه، ولی خلاصه بریم. خب فریگان بعدی
خودم هم دقیق نمیدونم ولی یادمه که اینجا بود. بله دوباره همون شاتگانی که بهتون نشون دادم و جاشم توی نقشه اینجاست. و برو بریم سراغ مأموریت بعدی. فریگان بعدی هم اینجاست که بغل همونه. اینم یه ایکیه که اینجا هم یه مأموریت داره، میتونه از همون مأموریت که دارید انجام بدید ببینو بردارید. البته اگه سیو کنید و دوباره بدید همینجا گانا هستش ولی فرقی نداره. حالا میاد اینجا میپیچید سمت چپ، یه ذره میتونه پیچیده باشه ولی راحته. بعد میاد اینور، از این پله ها میاد اینور و اینجا هم یه ایکیه. و برو بریم سراغ فریگان بعدی. ببینید فریگان های بعدی تو اسکای پلیس هن که شما تو نسخه موبایل اینا رو بردارید پلیس میفته دنبالتون و فکر کنم 3 یا 4 ستاره میشید. اما هستن دیگه، این فریگان ها هستن، میتونید بردارید و از شر اون پلیس ها خلاص بشید و فرار کنید. میاد توی پاسگاه پلیس، فکر کنم 2-3 تا هستش. میاد اول اینجا، اولی توی حمومه که این دستخط بنفشه که برای کارهای مثبت 18 ساله. بعدیش هم توی این اتاق بازجویی فکر کنم میگن، چی میگن توی اینه، نه توی این نبود، تو بغلیشه یه شاتگانه و یه دونه دیگه هم کلته فکر کنم و اینه یه کلت پیستول ساده است. و 3 تا از اداره پلیس هم اینجاست توی نقشه. تو شهر اول، تو شهر دوم که اصلا نمیشه وارد اداره پلیس شد و شهر سوم فقط تو شهر اول میشه اون کار کرد. بریم سراغ بعدی ها که یعنی منظورم فریگان های بعدی که اصلا هم نیاز نیست باشن، حتما چاقو و نمیدونم اینا میتونن باشن. فریگان بعدی یه دونه شمشیره که جاش هم توی نقشه اینجاست و کاربردیه. شمشیر و چاقو کلا کاربردی هم، بقیهشون نمیدونم. پنجه باکس یه ذره به دمنجتون بیشتر میکنی که کلا هست. فریگان بعدی هم همین بغله. اینجا مأموریت رقص رو انجام دادیم، یکی دو مأموریت آخر رو سویت بود اون قسمتی که انجام دادیم و میکرو SMG عالیه که میتونید بردارید. برو بریم سراغ بعدی ها. خب فریگان های بعدی تو خونه CJ هن. البته این هم بگم اگه اسپری ها، صدف ها و اسنپ شات ها رو کلا 100% کامل کن، 100% که نه، بعضیشون 50 و اسپری هم 100%. اگه اونا رو کامل بکنید بهتون تو هر جا که سیو میکنید، توی شهر دوم و شهر سوم، شهر اول، شهر سوم جلوی کازینوه، شهر اول بغل همین آشپزخونه CJ و شهر دوم بغل گاراژ CJ. حالا نمیدونم کجان، بعدم بهتون خونه CJ که میدونی کجاست. فریگان های بعدی هم توی خونه CJ هن که حالا اینجان و یکیشون هم روی مغازه بغل خونه CJ که الان بهتون نشون میدم و چجوری برید بالاش. قبلا هم توی ویدیو اسپری بهتون گفتم ولی اینجا هم میگم. از این خونه میپرید بالا، بعد میاد روی گاراژ خونه CJ. بعد از این شیروانی خونه CJ میرید بالا و این از این اسپری. این کل فریگان های بود که من بلد بودم و بهتونم گفتم کجان و اینا رو من خودم شانسی پیدا کردم. و توی شهر یک از همه بیشتر، شهر دو هم هست ولی کمه، ولی شهر 3 اونم یه ذره کمه ولی بازم به پای از حداقل از شهر 2 بیشتره. حالا بعدا اینا رو براتون میذارم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. چنل روبیکای ما رو سابسکرایب کنید
و کانال مهدیار رو سابسکرایب کنید. اونجا اونم داره واکتورج سن اندریاس درست میکنه و همین دیگه. امیدوارم از این ویدیو هم لذت باشید. تا ویدیو بعدی فعلا بدرود.